امروز میخوایم با انواع نمایشگرهای وزن سوها بیشتر آشنا بشیم. نمایشگرهای وزن سوها رو به دو گروه خیلی کلی میتونیم تقسیم بندیشون بکنیم: نمایشگرهای وزن ساده و نمایشگرهای وزن رله‌دار. نمایشگرهای وزن ساده صرفاً یک نشان دهنده هستند که میتونن واسه ما وزن رو نمایش بدن، در صورتی که نمایشگرهای رله‌دار علاوه بر این که وزن رو برای ما نمایش میدن، یه تعدادی رله هم دارن که این رله ها بر اساس وزن فرمان میگیرن. مثلا ما میتونیم اونو تنظیم بکنیم که اگر وزن ما به یک مقدار مشخصی رسید، یکی از رله های نمایشگر عمل بکنه و مثلا به یک شیربرقی فرمان بده. ما 5 نوع نمایشگر وزن ساده داریم. اولین مدل نمایشگر وزن SI200 هست. این نمایشگر یک نمایشگر مینیاتور هست. برق ورودیش 12 ولت DC، دارای پورت سریال RS232 و RS485 و قابلیت شبکه شدن داره. مدل بعدی نمایشگر SI300A هستش که این نمایشگر هم قابلیت نصب روی دیوار رو داره و هم این که ما میتونیم از اون روی میز استفاده بکنیم. برق ورودی اون 220 ولت و دارای پورت سریال RS232 هست. مدل بعدی نمایشگر SI400 هستش. این نمایشگر رو شما هم میتونید روی میز استفاده بکنید، هم اینکه قابلیت نصب روی در تابلو رو هم داره. این نمایشگر رو شما میتونید بهش کارت آپشن اضافه بکنید. مثلا میتونید بهش یک مموری کارت اضافه بکنید و مقادیر وزن رو برای ما به فرمت اکسل ذخیره میکنه. نمایشگر بعدی که خدمتتون معرفی میکنیم نمایشگر SI46CE هستش. این نمایشگر همینطور که ملاحظه میکنید یک نمایشگری هستش که ابعادش بزرگه و شما میتونید اون رو به دیوار نصب بکنید و از فاصله دور ما میتونیم وزن رو روی دیوار مشاهده بکنیم. و اما نمایشگرهای رله‌دار، گفتیم اصطلاحاً به اونها کنترلر وزن هم گفته میشه. کنترلرهای وزن سوها رو ما میتونیم به دو گروه کلی تقسیم بندیشون بکنیم: کنترلرهای وزن ساده و کنترلرهای وزن تخصصی. کنترلرهای وزن ساده شامل مدل‌های SI400R، SI410 و SI580E میشن و کنترلرهای تخصصی شامل سری SI500 هستند. اولین کنترلری که خدمتتون معرفی میکنم کنترلر وزن SI400R هستش. این کنترلر 3 تا رله خروجی داره که 2 تا از رله هاش قابل تنظیم هستن. این نمایشگر رو شما میتونید روی در تابلو نصب بکنید. مدل بعدی کنترلر وزن SI410 هستش. این کنترلر وزن 4 تا رله قابل تنظیم داره. این نمایشگر هم شما میتونید روی در تابلو نصبش بکنید و این مدل توی صنعت کاربردهای خیلی زیادی داره، از جمله برای پرکنها، کیسه پرکن و برای ترکیب 4 ماده مختلف بر اساس وزن که اصطلاحاً به اون بچینگ گفته میشه. علاوه بر اینها برای تست و مقایسه وزن هم از این کنترلر شما میتونید استفاده بکنید. و مدل بعدی که یکی از بی‌نظیرترین کنترلرهای وزن سوها هست مدل SI580E. این مدل واقعا تو بازار ایران کم نظیره. هر چیزی که شما از یک نمایشگر یا کنترلر وزن نیاز داشته باشید داخل این نمایشگر هست. این نمایشگر 4 تا رله قابل تنظیم داره، پورت سریال RS232، RS422 و RS485 داره، قابلیت شبکه شدن داره. علاوه بر اینها خروجی آنالوگ 0 تا 10 ولت و 4 تا 20 میلی آمپر هم داره. یعنی اینکه شما این نمایشگر رو میتونید به راحتی به یک PLC هم متصل بکنید.
حالا بریم سراغ کنترلرهای وزن تخصصی سوها که گفتیم سری SI 500 هستن. اولین مدلشون نمایشگر وزن SI 510 هستش. این یک کنترلر تخصصیه که مخصوص پرکنها طراحی شده و شما با استفاده از این کنترلر مقدار ریزش اضافی رو میتونید محاسبه بکنید و طی چند سیک این کنترلر میتونه مقدار ریزش اضافی رو برای شما حذف بکنه. و یا اینکه بهتره بگم این کنترلر یک کنترلر وزن هوشمنده. مدل بعدی کنترلر SI 520. از این کنترلر شما برای شمارش قطعاتی که هم وزن باشن میتونید استفاده بکنید. اصطلاحاً به اون کوانتیتی کنترل هم گفته میشه. مدل بعدی کنترلر SI 530 هستش. این کنترلر مخصوص تست و مقایسه وزن هست. فرض کنید که شما یک نوار نقاله دارید و یک سری محصول داره از روی این نوار نقاله عبور میکنه. شما میخواین وزن این محصولات رو تست بگیرید. برای این کار یک بازه وزنی تعریف میکنید. میگید که اگر این محصول شما توی این بازه قرار گرفت یکی از رله های این نمایشگر فعال میشه و در غیر این صورت یک رله دیگه اون فعال میشه و شما توی 1 دقیقه حدود 30 الی 40 محصول رو میتونید تست و مقایسه وزنش رو انجام بدید. مدل بعدی مدل SI 540 هست. این نمایشگر مخصوص لاسین ویت. لاسین ویت اصطلاحاً یعنی کاهش وزن. فرض کنید که شما مثلا یک مخزنی دارید پر از مایع. مثلا میخواین که 100 کیلو این مایع رو از این مخزن تخلیه بکنید. به این کار اصطلاحاً لاسین ویت گفته میشه که این کنترلر SI 540 مخصوص این کاره و شما میتونید از این استفاده بکنید. و آخرین مدل کنترلر وزن SI 550 هست که این یک میکسره که میتونه 20 تا ماده رو با هم برای شما با سرعت خیلی بالا ترکیب بکنه. فقط این مدل کنترلر به تنهایی نمیتونه کار بکنه، نیاز به یک PLC داره. یعنی ما از این کنترلر باید به یک PLC فرمان بدیم و خروجی هامون رو از PLC بگیریم. مرسی از اینکه با ما همراه هستید. لطفاً جهت شرکت در کلاس‌های آموزشی و دریافت مدرک فنی حرفه‌ای با شماره تلفن 021 877 34 با ما در تماس باشید.